شما به چه فردی تو چه مرحله‌ای میتونی بهش بگی که این پتانسیل داره؟ من چون این خطا رو انجام دادم، تجربه خطای خودم رو میگم، چون آدم از خطاهاش بهتر یاد میگیره. ما توی بازه زمانی من بعضی از آدم‌ها رو گفتم اینا توانایی ندارن، پتانسیل انجام کاری رو ندارن. گفتن چرا؟ گفتم وقتی ما اینها رو به صورت آزاد رها میکنیم، اینا نمیان دنبال کار نمیان که ببینن حالا کارشون چیه فلان، یعنی خیلی دغدغه‌ای واسه این موضوع ندارن. بعد یک فردی اومد و با اینها شروع کرد به همکاری و بهشون راه داد، انگیزه داد، هدف داد و دیدم همونایی که من بهشون میگفتم بابا اینا پتانسیل ندارن، یارو گفت بابا اینا چرا الان پتانسیل دارن. شناسایی اشتباه بوده مثل اینکه. آره مسیر، دقیقاً مسیر یک کتابی رو الان میخوام، توانمندی‌های نهان آدمگران، همین رو دقیقاً اونجا گفته و خیلی جالبه. گفته آدم‌ها وقتی مسیر رو پیدا نمی‌کنن ناامید میشن. با اینکه شور و هیجان داره اولش که میاد تو سازمان شور و هیجان، ولی مسیر رو پیدا نمی‌کنه ناامید میشه. شما باید یه مسیر بهش بدی، یه مسیر بهش نشون بدی. حالا اون اصطلاح داربست رو میگیم، یه داربست بسازی که از داربست بره بالا، بعد که تونست از داربست بره بالا میتونی ستونا رو زد، میتونی دقیقاً داربست رو برداری و دیگه مسئولیت کامل بهش بدی. اتفاقی که اینجا میفته، ما باید واقعاً به ابزاری داشته باشیم که پتانسیل فرد رو بتونیم به صورت صحیح شناسایی کنیم.